فصل 33. من 3 صندلی ماشین رو میخوام چیکار؟ روی کاناپه خانه الیسا نشستم و به وسایل نگاه میکنم. امروز او برایم جشن بارداری گرفت. مادرم آمد. حتی مادر رایل هم برای این مراسم با هواپیما خودش را رساند، اما الان در اتاق مهمان خوابیده که خستگی ناشی از اختلاف ساعت را از تنش بیرون کند. دخترهایی که در گل فروشی کار می کنند و چند نفر از دوستانی که در شغل قبلیم داشتم هم آمده بودند. حتی دوین هم آمد. برخلاف نگرانی که از چند هفته پیش داشتم، خیلی خوش گذشت. الیسا می گوید برای همینه که گفتم شروع کن به نوشتن لیست وسایل که اینطوری از یه هدیه 2 نیارن. آه میکشم. فکر کنم بتونم به مامان بگم مال خودشو پس بده. همینطوری هم کلی وسیله خریده آورده. بلند میشوم و شروع به جمع کردن هدایا میکنم. مارشال از قبل گفته است که کمک میکند هدایا را به آپارتمانم ببرم. الیسا کمک میکند همه چیز را در کیسه های بزرگ بگذارم. من در کیسه ها را باز می کنم و الیسا همه چیز را از زمین بر می دارد. حالا تقریباً 30 هفته شده است. برای همین او اجازه نمی دهد کار دیگری جز این انجام دهم. ما همه چیز را داخل کیسه گذاشته ایم و مارشال دومین بار است که به طبقه پایین می رود که هدیه ها را به آپارتمانم ببرد. وقتی در خانه الیسا را باز می کنم که کیسه دیگری را که پر از هدیه است جلوی آسانسور بگذارم، تنها چیزی که آمادگیش را ندارم آن است که رایل جلوی در ایستاده باشد و نگاهم کند. با توجه به آنکه از 3 ماه پیش که دعوا کرده ایم با هم حرف نزده ایم، هر دویمان به یک اندازه از دیدن یکدیگر حیرت زده هستیم. به هر حال این رویارویی تصادفی یک روز اتفاق می افتاد. من نمیتوانم نزدیکترین دوست خواهر همسرم باشم و در همان آپارتمانی که همسرم زندگی می کند زندگی کنم، اما با او برخوردی نداشته باشم. مطمئنم او میدانسته امروز جشن است چون مادرش هم با هواپیما آمده است، اما به نظر می رسد از وسایلی که پشت سر من دیده تعجب کرده است. نمیدانم آمدن او هم مثل رفتن من تصادفی بوده یا اینکه خواسته از فرصت استفاده کند و با من روبرو شود. به کیسه‌ای که در دستم گرفتم نگاه می کند و آن را از دستم می گیرد. اینو بده من نگه دارم. آن را به او می دهم. کیسه را می گیرد و کیسه دیگری را هم که داخل آپارتمان است بر می دارد. در همین زمان من هم وسایل را جمع می کنم. او و مارشال دارند دوباره وارد آپارتمان می شوند و من آماده ام که بیرون بروم. رایل آخرین کیسه هدایا را بر می دارد و دوباره به طرف در خروجی می رود. من دارم پشت سرش می روم که مارشال نگاه معناداری به من می کند که بپرسد مشکلی با اینکه رایل با من به طبقه پایین بیاید ندارم و من سر تکان می دهم. نمی توانم تا ابد از روبرو شدن با رایل خودداری کنم. الان هم برای آن که در مورد اینکه می خواهیم چه کار کنیم صحبت کنیم از هر وقت دیگری بهتر است. از آپارتمان آنها تا آپارتمان من چند طبقه بیشتر فاصله نیست، اما حالا که با رایل سوار آسانسور هستم این فاصله از همیشه طولانی تر به نظر می رسد. چند بار متوجه شدم که به شکمم نگاه می کند و این موجب می شود فکر کنم از اینکه 3 ماه مرا که باردار بودم ندیده است چه احساسی دارد. در آپارتمان باز است. آن را هل می دهم و او دنبالم وارد آپارتمان می شود. آخرین کیسه هدایا را به اتاق بچه می برد و می شنوم که دارد چیزها را جا به جا و جعبه ها را باز می کند. من در آشپزخانه می مانم و چیزهایی را که اصلاً نیازی به تمیز کردن ندارند تمیز می کنم. از این فکر که او در آپارتمان من است قلبم به دهانم آمده است. در این لحظه از او نمی ترسم. فقط عصبی هستم. دلم می خواست برای این گفتگو آمادگی بیشتری می داشتم. چون از اینکه با او رو در رو شوم متنفرم، اما میدانم که باید در مورد بچه و در مورد آیندهمان گفتگو کنیم. من اصلا این را نمیخواهم. لااقل هنوز نمیخواهم. او وارد حال و بعد آشپزخانه می شود. دوباره مچش را در حالی که دارد به شکمم نگاه می کند می گیرم. به سرعت نگاهش را بر می گرداند.
میخوای تا اینجا هستم تخت نوزاد سوار کنم؟ احتمالاً باید بگویم نه. اما نیمی از مسئولیت موجودی که داخل بدن من رشد می کند به عهده اوست. اگر او بخواهد پیشنهاد کمک بدهد من با وجود آنکه اینقدر از او عصبانی هستم پیشنهادش را میپذیرم. آره، کمک بزرگیه. به رختشوی خانه اشاره می کند. جعبه ابزار من هنوز اونجاست؟ سر تکان می دهم و او به طرف رختشوی خانه می رود. در یخچال را باز می کنم و داخلش را نگاه می کنم که ناچار نباشم وقتی او در آشپزخانه است به او نگاه کنم. پس از آن که بالاخره او دوباره به اتاق بچه می رود، دسته یخچال را می گیرم و پیشانیم را به آن فشار می دهم. دم و بازدم انجام می دهم و سعی می کنم تمام اتفاقاتی را که در این لحظه در درونم می افتد درک کنم. او واقعا خوش‌تیپ است. خیلی وقت بود او را ندیده بودم و فراموش کرده بودم که چقدر زیباست. دلم می‌خواهد بدوم و میان بازوهایش بپرم. دلم می‌خواهد صدایش را بشنوم که میگوید چقدر دوستم دارد. دلم می‌خواهد کنارم دراز بکشد و همانطور که بارها و بارها مجسم کرده بودم دستش را روی شکمم بگذارد. اینطوری خیلی آسان است. اگر فقط او را ببخشم و دوباره با او زندگی کنم. همین حالا زندگیم خیلی آسان تر می شود. چشمهایم را می بندم و حرفهایی را که مادرم گفته است تکرار می کنم. اگه رایل واقعا دوستت داشته باشه بهت اجازه نمیده بازم باهاش زندگی کنی. یادآوری این جمله تنها چیزی است که مرا از اینکه به طرف او بدوم باز می دارد. در 1 ساعتی که او در اتاق بچه است، من هم خودم را در آشپزخانه سرگرم می کنم. بالاخره ناچار می شوم از آنجا بیرون بیایم و شارژر گوشیم را از اتاقم بردارم. وقتی دارم به حال برمیگردم 1 لحظه دم در اتاق بچه مکث می کنم. تخت خواب سر هم شده است. او حتی تشک را هم رویش گذاشته. آنجا ایستاده، میله های تخت را گرفته و به تخت خواب خالی چشم دوخته است. آنقدر ساکت و آرام که گویی مجسمه است. در افکارش غرق شده و اصلاً متوجه نمی شود من دم در اتاق ایستاده‌ام. این موجب می شود من با خودم فکر کنم که یعنی ذهنش در کجا سیر می کند. آیا دارد در مورد بچه فکر می کند؟ بچه‌ای که وقتی در همین تخت می خوابد حتی با او زندگی نمی کند؟ تا این لحظه مطمئن نبودم که اصلاً او بخواهد بخشی از زندگی بچه باشد. اما حالت چهرهش به من ثابت می کند که می خواهد. هرگز در چهره کسی تا این حد اندوه ندیده بودم. تازه هنوز روبروی او هم نایستادم. احساس می کنم اندوهی که در این لحظه احساس می کند مطلقاً ارتباطی به من ندارد و فقط به افکاری که در مورد بچهش در سر دارد مربوط است. سرش را بلند می کند و مرا که دم در ایستاده‌ام می بیند. از تخت فاصله می گیرد و از افکارش بیرون می آید. می گوید تموم شد و دستش را به طرف تخت تکان می دهد. شروع می کند به گذاشتن وسایل در جعبه ابزارش. کار دیگه ای هست که بخوای تا اینجا انجام بدم؟ سر تکان می دهم. به طرف تخت خواب می روم و آن را تحسین می کنم. از آنجا که نمی دانم بچه دختر است یا پسر، تصمیم گرفتم از رنگ‌های خنثی استفاده کنم. سرویس خواب را قهوه‌ای روشن و سبز انتخاب کردم که سرتاسرش پر از تصاویر گل و گیاه و درخت است. این رنگ‌ها با پرده‌ها همخوانی دارد و می‌خواهم یک نقاشی متناسب با آنها هم روی دیوار بکشم. همینطور قصد دارم اتاق بچه را با گیاهان طبیعی که از فروشگاه می‌آورم پر کنم. از اینکه بالاخره می‌بینم همه چیز با هم هماهنگی دارد نمی‌توانم لبخند نزنم. او حتی آویز موزیکال را هم نصب کرده است. دستم را جلو میبرم و روشنش میکنم. موزیک لالایی پخش میشود. همانطور که دایره وار میچرخد نگاهش میکنم و بعد به رایل نگاهی میاندازم. او 1-2 متر آن طرفتر ایستاده و نگاهم میکند. همانطور که من هم به او خیره میشوم به این فکر میکنم که برای انسانها چقدر آسان است که وقتی از بیرون به موقعیتی نگاه میکنند در مورد آن قضاوت میکنند. من سالها شرایط مادرم را مورد قضاوت قرار داده بودم. وقتی ما خارج گود هستیم برایمان آسان است که باور کنیم اگر ما بودیم و کسی با ما بد رفتاری میکرد بدون لحظه‌ای فکر کردن او را ترک میکردیم.
آسان است که بگوییم اگر کسی با ما بد رفتاری می کرد ما دیگر نمی توانستیم او را دوست داشته باشیم. در حالی که ما جای آن شخصی نیستیم که آن فرد بد رفتار را دوست دارد. وقتی اولین بار چنین چیزی را تجربه می کنیم، این که از فردی که با ما بد رفتاری کرده متنفر می شویم، کار چندان آسانی نیست. زیرا بیشتر وقتها آنها برای ما یک موهبت هستند. در چشمهای رایل اندکی امید دیده می شود و من از اینکه او فکر می کند دیواری که در مقابل او ساخته‌ام موقتاً کوتاه‌تر شده است، بیزارم. آهسته به طرفم قدم بر می دارد. می دانم که می خواهد مرا به سمت خودش بکشد و در آغوش بگیرد. برای همین به سرعت یک قدم از او دور می شوم و به همین سرعت آن دیوار دوباره بینمان بالا می رود. این که گذاشتم او وارد آپارتمان شود خودش کار بزرگی بود. او باید این را بفهمد. با چهره‌ای خویشتن‌دار حس طرد شدگیش را پنهان می کند. جعبه ابزار را زیر بغلش می زند و جعبه تخت خواب را بر می دارد. جعبه پر از آت و آشغال‌هایی است که او اجزای تخت را از داخلش درآورده و روی هم سوار کرده است. من اینا رو میبرم بندازم دور و به طرف در می رود. اگه واسه یه هر کار دیگه ای کمک لازم داشتی حتما بهم بگو. باشه؟ سر تکان می دهم و تقریباً زیر لب می گویم ممنون. وقتی صدای بسته شدن در را می شنوم برمی گردم و جلوی تخت خواب می ایستم. چشمهایم پر از اشک می شود اما این بار نه برای خودم و نه برای بچه. برای رایل گریه می کنم زیرا با وجود آنکه خودش مسئول شرایطی است که در آن قرار دارد می دانم که چقدر به این خاطر ناراحت است و وقتی کسی را دوست داشته باشی دیدن ناراحتی او ناراحتت می کند. هیچ کدام از ما موضوع جدایی یا حتی فرصتی برای آشتی را پیش نکشیدیم. حتی در مورد آنکه وقتی 10 هفته دیگر این بچه به دنیا آمد قرار است چه بشود صحبتی نکردیم. من هنوز اصلاً آمادگی چنین گفتگویی را ندارم و حداقل کاری که او میتواند در حال حاضر برای من انجام دهد آن است که صبوریش را به من نشان بدهد. صبوری که هنوز برای همه آن دفعاتی که صبر نکرده به من بدهکار است.